یک شب سیلاب حاصل یک عمر زندگی مردمی را در ولسوالی اندراب ولایت بغلان برباد کرد. سیلاب آمد، ما را خانه و زمین باغ همه را ویران کرد. به ما دیگه زندگی نمانده. از دولت ما میخواهیم که به ما یک پناهگزینی که در یک جایی که میتونه امکانات داره به ما کمک شود. از نگاه هر کاری که میتونه. ما اقتصادی ندارم که دیگه. یکان 30 خانه تخریب شده که همه مردم مهاجر آواره از محیط منطقه برآمده بدون سرپناه هستند. سرپناه ندارند. فعلا همینجا جای روز افطار هم نیست که در گوشه و کنار. سیلاب شام جمعه گذشته بخش‌های از هر سه ولسوالی را تخریب کرد. ولسوالی پل حصار هم از تخریب بیش از 200 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی سخن میگوید. اداره محلی راه‌های مسدود شده را باز کرده و بررسی ها هم از میزان خساره آغاز شده است. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث بغلان میگوید کمک ها آماده اند و بعد از تثبیت خساره توزیع می شوند. و اما اینکه چه مقدار کمکی و آیا دفع مشکلات آنی سیل زدگان خواهد بود یا نه معلوم نیست.